راهنمای دریافت رمز دوم یک بار مصرف بانک صادرات، روش پیامک. ابتدا به دستگاه خودپرداز بانک صادرات مراجعه و کارت مورد نظر که رمز پویای آن را می‌خواهیم فعال کنیم وارد دستگاه می‌نماییم. از صفحات گزینه سایر خدمات، گزینه خدمات رمز یک بار مصرف، گزینه فعالسازی رمز یک بار مصرف دوم، گزینه SMS را انتخاب می‌کنیم. شماره تماس را وارد کرده و در مرحله بعد در صورت صحیح وارد نمودن شماره تماس، گزینه بلی و سپس گزینه قطع عملیات و دریافت کارت را انتخاب می‌کنیم. کارت و رسید خود که حاوی کد فعالسازی 8 رقمی میباشد را دریافت می‌کنیم. لازم به ذکر است شماره تماسی که در دستگاه وارد می‌کنیم باید در سیستم بانک ثبت شده باشد. در صورت مشاهده هر گونه خطا هنگام ورود شماره تماس در دستگاه به یکی از شعب بانک صادرات مراجعه می‌کنیم. همانطور که در توضیحات قسمت پایین رسید دریافت شده قابل مشاهده می باشد، کد 8 رقمی را به سرشماره 3940 پیامک می کنیم. در صورت ارسال صحیح کد 8 رقمی پیامک فعالسازی را دریافت می کنیم. جهت دریافت رمز دوم یک بار مصرف کافی است 4 رقم آخر کارت خود را به سرشماره 3940 پیامک کنیم. اعتبار زمان رمز دوم صادر شده 2 دقیقه می باشد. بانک صادرات ایران در خدمت مردم.